امروز با معرفی یکی دیگه از خطرناکترین مارهای جهان با شما، یعنی مامبای سیاه. ولی قبل از دیدن ادامه ویدیو لایک و سابسکرایب یادتون نره. پس بدون وقت تلف کردن و معطلی میریم سراغ معرفی این مار. مامبای سیاه این گونه از مار جزو سریع‌ترین مارهای جهانه و زهر این مار جزو کشنده ترین زهرها در بین مارهای خشکیه. مامبای سیاه همونجوری که به اسمش پیداست ماری ترسناک، تندخو و ترس برانگیزه. ماری که در یک بار گزیدگی به حدی نوروتوکسین تولید میکنه که میتونه سلطان جنگل شیر رو به حال و روزی بندازه که حتی از نگاه کردنش ترس به گردن ما هم بیفته. این مار قاتل اکثر جانداران وحشیه و ماری تندخو و عصبی شناخته شده. این نوع مار به خاطر تهاجمی بودن فراوان شناخته شده و با دقتی مرگبار قربانی خودش رو نیش میزنه. مامبای سیاه همچنین سریع‌ترین مار خشکزی در جهان به شمار رفته و با سرعتی بیش از 20 کیلومتر در ساعت میخزه. این مار بسیار خطرناک میتونه 12 بار پیاپی قربانی خودش رو نیش بزنه. اوف پسر چه مار ترسناکه، من که خودم ترسیدم واقعا. تنها یک نیش مامبای سیاه میتونه بین 10 تا 25 نفر انسان رو به کام مرگ بکشونه. زهر این مار از نوع نوروتوکسینیه که بسیار کارآمد و کشنده است. اگر شما هم مثل من به دنیای حیوانات علاقه دارید، کانال منو ساب کنید تا به زندگی همه حیوانات سفر کنید. مرسی که تا انتهای این ویدیو هم با من بودید. نظرتون رو تو کامنت ها بهم بگید و بابت انرژی مثبتتون مرسی. بازم میگم ساب یادتون نره.